سلام. مرسب پلو از اون غذاهایی هستش که خیلی خوش رنگ و لعابه و مجلسی و سنتی هم هستش. بریم که درستش کنیم. در ابتدا سینه های مرغتون رو به هر شکلی که دوست دارید برش بزنید، با کمی نمک و فلفل و زعفرون مزه‌دار کنید و کنار بذارید. هویج های خلالی رو با کمی کره و روغن، زعفرون، آب لیمو و شکر تفت بدید. سینه های مرغتون رو و کشمش پلویی و زرشکتون رو با کمی کره تفت بدید، به ترکیب هویج اضافه کنید. پوست پرتقالی که چندین بار تلخی گیری کردید رو با کره و کمی شکر و در نهایت هم با خلال بادامی که قبلا با گلاب خیس کردیم و خلال پسته به این ترکیب جادویی اضافه کنید. کمی زعفرون و عرق هل رو هم اضافه کنید و یک دست کنید مواد رو و وقتی که برنجتون دم گرفت یک لایه برنج و یک لایه از این مواد بریزید و نوش جان کنید. البته سرو این غذا سلیقه‌ایه. نوش جان.